حين ولدت. بله سلام علیکم بیننده عزیز بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خب من رسول هستم از سنندج. آقا رسول از سنندج، بفرمایید آقا رسول. آقا جون من زیاد مفهمی نمیشم، فقط خواستم یک چیز بهتون بگم. بفرمایید. خدا وکیلی گل کاشتی، یعنی باور کنید شما زندگی و وقت و کار خودتون رو گذاشتید رو بعضی مسائل که به ظاهر بعضی ها چی میگن ولی خیلی بزرگه. خدا اجرتون ده. شما جهاد میکنید، زنده باشید. شما حق ما دنیا رو گرفتید. زنده باشید. مرگ بر رافضی ها نابود میشن، الله اینا رو نابود میکنه. آمین. صبر خدا خیلی زیاده. من زیاد مزاحمتون نمیشم. خدا قوت. زنده باشید رسول جان. زنده باشید. الله مطالب ستون. همه سنندجا پشت شما. زنده باشید. ما داریم وظیفمون رو انجام میدیم برادر بزرگوار. خب منم وظیفه‌مه، ولی شما واقعا اونجا که زمان میکشید و این همه حق و صحبت و فحاشی اینا رو قبول میکنید، خدا اجرتون ده. زنده باشید. تشکر از شما برادر بزرگوار. الله مطالب ستون کنه. تشکر.